مجبور میکنم یه چیز بگه دیگه. من به آقای شمخانی اونو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایسادن هم میخواید ولو بلغ ما میزنیم. شرم بر ما، شرم بر ما، شرم بر ما که ریخته شدن خونه، حالا این جمله من که روش خیلی حساس بودم تاریخ، ریخته شدن خون جوانانی که در اثر سیاست غلط اقتصادی ما هیچ امیدی به آینده ندارن رو هجامت نظام تلقی میکنیم. شرم بر ما که با ریخته شدن خون مردم اسلام شهر میخوایم نظام امنیت نظام رو تامین بکنیم. رفتیم آقای رحمانی فضلی رو استیضاح بکنیم، چندین جلسه توی کمیسیون شورا گذاشتیم و زیر بار نرفتیم که می‌خواستن ما قانع نشدیم. بعد ساخت و پاک کردن با هیئت رئیسه، پیام‌های از جای دیگه آمد و ساکت. بعد از در واقع اون سخنرانی من خبرنگار ایلنا اومده به من میگه آقا به ما همه آماده باش دادن و یعنی گفتن که ممنوع کردن که هیچ خبری درباره قیمت حامل انرژی نباید بدید و جمعه در واقع ساعت 24 این انجام میشه و از طرف شورای عالی امنیت ملی اخطار شده به رسانه‌ها که هیچی نگن. کمیسیون اصل 90 مأمور شد که درباره برخورد ماموران انتظامی با مردم، کشتاری که میگفتن من گفتم آقای رحمانی فضلی میگه آقا چرا به سرشون زدید؟ میگه به پاشون هم زدیم. یعنی اینجوری میگفت آقا حداقل ببینیم چند تا کشته شدن اونجا، چند تا مجروح شدن اونجا. حتی کمیسیون اصل 90 رو نذاشتن وارد تحقیق بشه. نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، نیروهای شبه نظامی ریختن سر مردم. اونجا دیگه اصلا بحث فقط دولت هم مهمن نیرو، یعنی در حد مثلا وزارت کشور